به مناسبت روز جهانی صلح ما برنامه کتاب برای همه را داشتیم که ما یک برنامه اول ما در پیش دروازه پل تکنیک بود، پانتون پل تکنیک، و همچنان امروز که روز دوم کمپاین ماست ما در شهر کاری هستیم. هدف از این است که ما بتونیم کتاب‌هایی که هموطنان ما نیاز دارن برشان برسانیم و کسایی که کتاب او در خانه دارن نیاز ندارن برای خواندن از او را میتونیم از اونها بگیریم و برای نیازمندایش برسانیم و همچنان یک برنامه بسیار خوب هم شود که مردم ما تشویق شوند که علمی فرهنگ کتابخوانی بیشتر و بیشتر شود تا ما بتونیم در آینده با نمو دانش و توانایی خود این مشکلاتی که در افغانستان است نجات او دلته ما یو څو کتاب راوړه چې دا کتابونه باید زما په درد نه خوړ ما لوستي او زه اوس غواړم چې دا خلک ولولي او زه غواړم دومره نور کمپاینونه په دې افغانستان کې جوړ شي خلک ته کتابونه اوسي او نور خلک مطالعه وکړي. مردم آمدن دیدن کردن تشویق کردن و ما دوست داریم این برنامه را ادامه بدیم. در پهلوی از او ما داشتیم دخترای محصله و همچنان خانمایی که در داخل شهرک هستن آمدن، مادرایی بودن که می آمدن به خاطر اطفالشان کتاب دوست داشتن ببرن، کتابای قصه، و همچنان خانمایی بودن که محصلین بودن یا متعلمین بودن، بسیار دوست داشتن آمدن دیدن کردن کتابایی که مورد علاقهشان بود بردن و کتابایی که نیاز نداشتن ماندن که دیگر از استفاده بکنن و نقش خانم‌ها خوب بود در دو روز که ما برنامه داشتیم. نام من زهراست. دیروز خبر شدم که اینجا یک کمپاین کتاب است و یک کتاب خوانده بودم، حال آوردیم و میخوایم این تبدیل کنیم. پیام مایی است که جوانان و تمام دختر خانم‌های افغانستان کتاب بخوانند، مطالعه کنند از بعضی کتاب‌ها.